به نام ایزد منان. ابیات 18 تا 34 از فصل 1 از دفتر اول مثنوی با عنوان سرآغاز. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. هر که را جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچو نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پروای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینت دانی چرا غماز نیست، زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست. حالا میپردازیم به معنی و تفسیر بیت به بیت این ابیات. در بیت 18 در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. انسان خام حال و مقام انسان پخته و کامل را درک نمی کند، پس بهتر است سخن کوتاه باشد و دیگر بحثی نکنیم. پخته نماد انسان کامل و آگاه است که مسیر عشق و حقیقت را طی کرده است. خام کسی است که هنوز در بند نفسانیات و ناآگاهی گرفتار است و توانایی درک معرفت عارفان را ندارد. بحث کردن با افراد خام بیفایده است، زیرا آنها ظرفیت درک حقیقت را ندارند. حقیقت را فقط کسانی درک می کنند که در مسیر معرفت پخته شده باشند. بحث کردن با کسانی که هنوز آمادگی درک را ندارند بی نتیجه است. گاهی بهترین پاسخ سکوت است. بیت 19 بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بندهای وابستگی را پاره کن و آزاد باش ای پسر. تا کی میخواهی در بند مال و مادیات بمانی؟ بند سیم و زر اشاره به وابستگی های دنیوی دارد که انسان را از حقیقت باز می‌دارد. انسانی که در دام ثروت، شهرت و دنیا پرستی اسیر باشد نمیتواند حقیقت را درک کند. آزاد باش یعنی برای رسیدن به حقیقت باید از اسارت مادیات رها شد. حقیقت و آزادی در رهایی از وابستگی های دنیوی است. ثروت و مادیات اگر به وابستگی تبدیل شوند مانعی بر سر راه تکامل انسان خواهند بود. انسان باید بندهای نفسانی را بگسلد تا به حقیقت برسد. بیت 20 گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. اگر تمام دریا را در کوزه‌ای بریزی چقدر در آنجا می شود؟ فقط به اندازه سهم یک روز. مولانا در این بیت محدودیت ظرفیت انسان را بیان می کند. دریا نماد بی نهایت حقیقت، دانش،
عشق و برکت الهی است. کوزه نماد ظرفیت محدود انسان است. حتی اگر تمام دریا را در آن بریزی، بیش از اندازه خود نمیتواند نگه دارد. اشاره به این حقیقت دارد که اگرچه نعمت و رحمت الهی بی نهایت است، اما انسان فقط به اندازه ظرفیت خود میتواند از آن بهره ببرد. همچنین نشان می‌دهد که حرص و طمع انسان را به جایی نمی‌رساند، چون ظرفیت بهره‌مندی از دنیا محدود است. انسان باید به اندازه ظرفیت خود از دنیا و معنویت بهره ببرد. طمع انسان را از حقیقت باز می‌دارد، چون بیش از ظرفیت خود نمی‌تواند داشته باشد. حقیقت و معرفت بی پایان است، اما انسان فقط به اندازه آمادگیش از آن بهره می‌برد. بیت 21. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. کوزه چشم حریصان هرگز پر نمی شود، همانطور که تا وقتی که صدف قانع نشود مروارید در آن شکل نمی گیرد. کوزه چشم نماد نگاه حریص انسان به دنیاست. حرص و طمع باعث می شود که انسان هیچگاه سیر نشود و همیشه در جستجوی بیشتر باشد. اما صدف نماد قناعت و رضایت است. صدف فقط وقتی که آرام میگیرد و به همان اندک آب خود قانع می شود مروارید درونش شکل میگیرد. به عبارتی کسی که قانع باشد گوهر درونی پیدا می کند، اما حریص همیشه خالی می ماند. حرص و طمع انسان را همیشه ناآرام و نارضایت نگه می دارد. قناعت کلید آرامش و رسیدن به گوهرهای ارزشمند درون است. کسی که به آنچه دارد قانع باشد ارزشهای واقعی را درک می کند، اما حریص همیشه در فقر معنوی است. بیت 22. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. هر کسی که لباسش به خاطر عشق پاره شد، از حرص و عیب‌ها به طور کامل پاک می شود. جامه چاک شدن کنایه از فداکاری و از خودگذشتگی در عشق است. عشق انسان را از خودبینی، حرص، حسد و صفات ناپسند پاک می کند. کسی که حقیقتاً در عشق غرق شود دیگر برای دنیا و خواسته های نفسانی ارزش قائل نخواهد بود. این عشق فقط عشق زمینی نیست، بلکه عشق الهی است که انسان را متحول و پاک می کند. عشق واقعی تمام وابستگی های نفسانی را از بین می برد. عاشق حقیقی دیگر در بند حرص و طمع و خودخواهی نیست. عشق نه تنها رنج ندارد، بلکه عامل پاکی و تزکیه است. بیت 23. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، ای عشق تو درمان کننده تکبر و غرور ما هستی. ای کسی که برای ما مانند افلاطون یک فیلسوف و مانند جالینوس یک پزشک هستی. مولانا عشق را همزمان یک فیلسوف و یک طبیب می‌داند. عشق غرور و خودبینی را از بین می‌برد و انسان را فروتن می‌کند. عشق مانند فیلسوف موجب آگاهی و مانند پزشک موجب درمان است. عشق آگاهی و شفا را با هم دارد، هم انسان را بیدار می کند، هم درمان می بخشد. هر که عشق را درک کند از تکبر و غرور پاک می شود. بیت 24. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. بدن خاکی انسان به واسطه عشق به آسمان ها رسید و کوه ها به رقص آمدند و چالاک شدند.
عشق همان نیرویی است که انسان خاکی را به مقامات بالا و معنوی می‌رساند. در تاریخ عرفان داستان‌هایی هست که حتی کوه‌ها و موجودات بیجان هم در برابر عشق الهی به حرکت و رقص در می‌آیند. عشق نیرویی است که حتی سنگ و خاک را زنده و متحول می کند. انسان اگر عاشق باشد می تواند از عالم مادی به آسمان حقیقت پرواز کند. بیت 25. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا. ای عاشقان، عشق همان روح و جان کوه طور است. طور از این عشق مست شد و موسی در برابر آن بیهوش بر زمین افتاد. این بیت اشاره دارد به داستان حضرت موسی که وقتی تجلی الهی بر کوه طور نمایان شد، کوه لرزید و موسی بیهوش شد. مولانا میگوید که آنچه طور را به لرزه انداخت عشق بود، نه چیز دیگر. عشق همان حقیقتی است که موسی را از خود بی خود کرد. عشق نیرویی است که حتی کوه‌ها را می‌لرزاند و متحول می‌کند. بیت 26. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. اگر با لب دمساز خود یکی می شدم، با یار دمساز خود یکی می شدم، مانند نی تمام گفتنی ها را می گفتم. لب دمساز اشاره به همزبانی و همدلی با حقیقت است. مولانا می گوید اگر با حقیقت یگانه می شد دیگر نیازی به سکوت نبود و تمام اسرار را بیان می کرد. کسی که به حقیقت عشق برسد دیگر رازی برای پنهان کردن ندارد. تنها کسانی که به وحدت با معشوق رسیدند می توانند حقیقت را بیان کنند. بیت 27. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. هر کس که از همزبانی جدا شد گرچه هزاران صدا داشته باشد در واقع بی زبان است. همزبانی به معنای همدلی و ارتباط حقیقی است. کسی که از حقیقت جدا شود گرچه زیاد سخن بگوید حرفهایش بی ارزش خواهد بود. حقیقت فقط در همدلی و یکی شدن با معشوق یافت می شود. حرف زدن بدون درک حقیقت بیفایده است. بیت 28. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. وقتی گل از میان برود و گلستان از بین برود دیگر از بلبل داستانی نخواهی شنید. بلبل نماد عشق است و گل نماد معشوق. وقتی معشوق نباشد عاشق دیگر وجود ندارد. مولانا میگوید که عشق تنها وقتی معنا دارد که معشوق حضور داشته باشد. حقیقت عشق در وصال است. اگر معشوق نباشد عشق هم بی معناست. عاشق بدون معشوق بی هدف و بی معنا خواهد بود. بیت 29. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. همه چیز در حقیقت معشوق است و عاشق فقط یک پرده است. معشوق زنده است اما عاشق مرده است. در عرفان معشوق یعنی خدا حقیقی است که در پس همه هستی پنهان است. عاشق در برابر معشوق هیچ است. او فقط سایه‌ای از حقیقت است. همه چیز در حقیقت معشوق یعنی خداست و عاشق تنها وسیله‌ای برای شناخت اوست. فقط معشوق زنده و جاویدان است. عاشق در برابر او فانی است. بیت 30. چون نباشد عشق را پروای او چون مرغی ماند بی پروای او. اگر عشق به معشوق یعنی خدا نباشد انسان مانند پرنده‌ای بی پر خواهد شد که توان پرواز ندارد. عشق همان نیرویی است که انسان را به اوج میرساند. بدون عشق انسان بی هدف و بی حرکت خواهد ماند. عشق
بال پرواز انسان به سوی حقیقت است. بدون عشق انسان گرفتار زمین و دنیا خواهد شد. بیت 31. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. چگونه میتوانم گذشته و آینده را درک کنم وقتی که نور یارم یعنی معشوق حقیقی در پیش و پس من نباشد. مولانا در این بیت به وابستگی مطلق خود به نور حقیقت یعنی خداوند اشاره می کند. هوش داشتن کنایه از آگاهی و درک صحیح است. پیش و پس به معنی گذشته و آینده است که بدون نور الهی درک درستی از آنها ممکن نیست. مولانا میگوید که بدون هدایت و نور الهی او در تاریکی است و حتی نمیتواند مسیر خود را بشناسد. این بیت بیانگر این حقیقت است که تنها با نور عشق الهی میتوان مسیر زندگی را درست شناخت و به آرامش رسید. نور حقیقت تنها راه آگاهی و درک صحیح از زندگی است. بدون راهنمایی الهی انسان در تاریکی جهل و نادانی گرفتار خواهد شد. بیت 32. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. عشق می‌خواهد که این سخنان گفته شوند. آینه چگونه می‌تواند رازها را پنهان کند؟ عشق چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. همانطور که آینه چهره را نشان می‌دهد، عشق نیز حقیقت را آشکار می‌کند. عشق را نمی‌توان پنهان کرد، زیرا ذات آن آشکار کننده حقیقت است. بیت 33. آینت دانی چرا غماز نیست، زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست. میدانی چرا آینه رازها را فاش نمی کند؟ چون زنگار آن را کدر کرده و شفاف نیست. اگر آینه یعنی دل انسان شفاف باشد، حقیقت را منعکس می کند. اما اگر دل آلوده به زنگار و گناهان و دلبستگی های دنیوی باشد، نمی تواند حقیقت را درک کند. دل پاک حقیقت را می بیند، اما دل آلوده آن را پنهان می کند. برای دیدن حقیقت باید زنگارهای نفسانی را از دل زدود. نتیجه کلی که از این ابیات میتونیم بگیریم اینه: 1. حقیقت را فقط کسانی درک می کنند که از نظر روحی پخته شده باشند. 2. برای رسیدن به آزادی واقعی باید از قید و بند مادیات رها شد. 3. گاهی بهترین پاسخ به ناآگاهی و نادانی سکوت است. 4. انسان فقط به اندازه ظرفیت خود میتواند از حقیقت، معرفت و دنیا بهره ببرد. 5. حرص و طمع هرگز انسان را سیر نمی کند، بلکه او را در رنج دائمی قرار می دهد. 6. قناعت انسان را به گوهرهای ارزشمند زندگی و آرامش واقعی می رساند. 7. عشق عامل تحول و بیداری است. شماره 8. عشق غرور را از بین می برد و حقیقت را آشکار می کند. 9. بدون عشق انسان مانند پرنده‌ای بیبال است. 10. دل پاک حقیقت را منعکس می کند، اما دل آلوده آن را پنهان می کند. خب دوستان عزیزم، تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار.